الان یک روشن شد. در این ویدیو قصد داریم شما رو با پروژه مدار منطقی مان آشنا کنیم. ما مداری طراحی کرده ایم که با استفاده از گیت‌های منطقی و آیسی های متنوع دو عدد تک رقمی را جمع یا تفریق می کند. اگر کنجکاوید بدانید چگونه این کار را انجام داده ایم و می خواهید مراحل دقیق طراحی را ببینید، حتما این ویدیو را تماشا کنید. حالا مدار تفریق کنم. خب الان تفریق کنم. منهای عدد مثلا این پروژه توسط من زینب توتونی و دوستم عاطفه سعیدی انجام شده است. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید. نحوه عملکرد مدار. در ابتدا ما با دیپ سویچ اعداد 1 تا 9 را به آیسی 74147 وصل کردیم. آیسی 74147 اعداد دیسیمال را به باینری تبدیل میکنه. این آیسی دارای 9 ورودی و 4 خروجی است. برای مثال اگه دکمه 4 رو بدیم به ما خروجی باینریش یعنی 0100 رو میده. حالا برای اینکه ما دو عدد رو با هم جمع یا تفریق کنیم میایم مدارمون رو به 2 بخش تقسیم میکنیم. توی بخش اول ما کلیدهای 1 تا 9 رو به آیسی وصل میکنیم. از اونجایی که آیسی که استفاده کردیم آیسی 74147، این آیسی برعکس عمل میکنه. یعنی وقتی که هیچ ورودی بهش ندیم فعاله. پس به همین خاطر سر راهش آیسی نات رو قرار دادیم. توی بخش دومم مثل بخش اول منتها بعد از نات آیسی XOR رو قرار میدیم. یکی از پایه های XOR رو به خروجی نات شده آیسیمون میدیم و یکی دیگه از پایه هاش رو به دیپ سویچ تک کاناله وصل میکنیم. این دیپ سویچ برای تبدیل مدارمون به یک مدار 2 منظوره استفاده شده. یعنی هر زمان که میخوایم 2 عدد رو با هم جمع کنیم 0 میدیم بهش و هر زمان که خواستیم 2 عدد رو با هم تفریق کنیم 1 میدیم بهش. تا اینجای کار ما 8 تا خروجی داریم. 4 تا خروجی باینری مختص عدد اول در بخش اول و 4 تا خروجی باینری مختص عدد دوم در بخش دوم. توی مرحله بعدی نیازه که این 2 عدد باینری رو با هم جمع یا تفریق کنیم. پس این خروجی هایی رو که ایجاد کردیم به ورودی آیسی 7483 میدیم. این آیسی یک جمع کننده چند بیتی است که برای انجام عملیات جمع باینری انجام می شود. تا اینجای کار ما یک جمع کننده داریم که اگر عدد حاصل کمتر از 9 شد مشکلی برامون پیش نمیاد. ولی اگر بیشتر از 9 شد باید معادل باینری عدد 6 رو بهش اضافه کنیم. برای این کار ما از یک جمع کننده دوم استفاده کردیم و جوری گیت های اند و اور رو قرار دادیم که عدد هر موقع بالاتر از 9 شد بیاد در جمع کننده دوم اون عدد رو با عدد باینری 6 جمع بکنه. ما از این روش استفاده کردیم تا بتونیم اعداد 10 دهی رو به درستی در قالب باینری نمایش بدیم. وقتی 2 عدد 10 دهی رو جمع می کنیم اگه حاصل جمع بیشتر از 9 بشه نیاز به یک تنظیم خاص داریم تا این عدد به درستی در قالب BCD نمایش داده بشه. در انتها نیازه که خروجی رو روی 7 سگمنت نمایش بدیم. پس از آیسی 7448 استفاده کردیم. این آیسی مبدل باینری به 7 سگمنت است. البته که این مدار کمی پیچیده تر از توضیحاتی بود که ارائه کردم. هدفم این بود که به شما دیدی کلی و جذاب از پروژه مان بدهم. امیدوارم که از این توضیحات لذت برده و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید.